خب بچه‌ها این ضرب المثلایی که باهاتون کار کردم ما حتما حفظ کنید، تو امتحانتون میاد. رایدر ببین میتونی هم مجید اینا برای فردا بانداشونو بگیری؟ بذار امشب میرم قهوه خونه ازش میپرسم. هی شما که ته کلاس دارید صحبت میکنید بلند شو این ضرب المثل معنی کن ببینم. بله استاد بفرمایید. میازار موری که دانه کش است یعنی چی؟ توضیح بده. آخه استاد چجوری بگم؟ یعنی اینکه هر چیزی که تو ذهنتون هست رو بگید. یعنی اینکه داخل چاقال سری که تو کونه خودش رو باز چی انگول میکنی؟ یه جورایی درست گفتید ولی ادبیات اشتباهی انتخاب کردید. شما بشینید بغل دستتون که صحبت میکرد بلند شه. در خدمتم استاد. خب شما این ضرب المثل رو معنی کنید. هر کس بامش پیش برفش پیش. استاد اجازه بدید سوالتون رو با یه مثال توضیح بدم. خیلی هم عالی بفرمایید. استاد توی قلیون شما هرچی طعم سنگین تری بکشی سردرد بیشتری میگیری. راست میگه. این چه مثالی بود؟ سر کلاسیم نه قهوه خونه. بفرمایید بشینید. رایدر واقعا که استاد این همه این مثالو با ما کار کرده بود. شما خودتون بلند شید ببینم. جانم استاد. یه مؤخر کندرم غنیمته یعنی چی؟ استاد یعنی شما از رایدر یه نخ سیگارم بتونی بگیری شاهکار کردی. واقعا نمیدونم چی بهتون بگم. استاد هرچی تو ذهنتون هست رو بگید. خب پس ستاییتون سیکتیر بفرمایید بیرون.